سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امروز با یه آموزش اومدیم سراغتون، نحوه انتخاب سایز توی دسته‌بندی بنگل ها که فکر میکنم خیلی مفید باشه. این اولین ویدیویی است که داخل وبسایتمون داریم آپلود میکنیم و توی وبلاگ قرار میدیم. قبل از هر چیزی دوستان، شما باید سایز مچ دستتون رو بدونید و برای این کار به 1 متر نیاز دارید. دور مچ دست من 16 سانتی. داخل توضیحات محصولات ما یک بازه سایزی مناسب هر بنگل قرار دادیم و بنگل‌ها به 2 دسته تقسیم میشن: بنگل‌های فلزی که قابلیت باز شدن و تنگ شدن رو ندارن و بنگل‌های منعطف که حالت ارتجاعی دارن و راحت میشه با کمی فشار اینا رو بازتر کرد. ما وقتی که میگیم به عنوان مثال یه بنگل بازه سایزی 15 تا 20 سانت داره، مثلا این بنگل، به این معنی که این بنگل برای کسایی که مچ دستشون 15 سانته تا کسایی که مچ دستشون 20 سانته مناسبه. حالا چجوری؟ به این صورت که ببینید الان مچ دست من خب 16 سانته. اگه دقت کنی این بنگل به راحتی داخل دست من میره و به راحتی هم در میاد، اما به این معنی نیست که این بنگل روی دست من میفته. چرا؟ چون که بنگل‌های فلزی به خاطر وزنی که دارن خودشون روی مچ دست میندازن و به هیچ عنوان وقتی که روی مچ دست افتادن از دست در نمیاد. پس نگران این موضوع نباشید. و بنگل‌های منعطف که دیگه اصلا خیلی راحته، به بیشتر بازهای سایزی میخوره و اصلا نیازی نیست دغدغه اینو داشته باشین که این بنگل سایزتون بشه یا نه. اما با این حال توی جدول سایز بندی و توضیحات محصول حتما دقت کنید که اون بازه سایزی که ذکر شده مناسب مچ دست شما باشه.